رفتند و من هم رفتم ای دوستان یادم کنید. گفتند و من هم گفتم ای دوستان یادم کنید. دیروز بودم با شما در مجلس عیش فراخ، در خاک تنگ خفتم ای دوستان یادم کنید. و گویا امروز ما ان همین آرزوها وصیت‌های شاعر زنده یاد لایق شیرالی را به جا آورده ایستاده ایم. جوانی رفت توی سبزی نمیدانی جوانی رفت. ای مادر مداری من تو بودی، گل اول بهاری من تو بودی. نخشکت چشمه شیر و سرودم، زیبست سرچشمه داری من تو بودی. همه شهروندان را از آن جمله شهروندان تمام تاجیکستان را با جشن بزرگی 80 سالگی استاد زنده یاد لایق شیرالی تبریک میگویم. چو از مادر به دنیا آمدم من، مرا در گهواره بسته بردند. سری گهواره بشنسته یارم، برایم نومی لایق جسته بردند. دو دست و پای من محکم ببستند، که دانم قدری دستی پای آزاد. دلم مثلی اسیر آزادی جاید، بجاید در جهان پهنای آباد. ما شاهدی بسیار جشنواره سطح بلندی 80 سالگی استاد لایق شدیم. هم در مزار، هم در قصر، هم امروز در شهر. از صبح سخن تنها درباره استاد لایق بود، درباره جایگاه استاد لایق بود، درباره نقش استاد لایق همچون شاعر توانا در عالم شعر فارسی بود. بله، مایه افتخار ما است که ما لایق را میدانستیم، شنیده بودیم، هم صحبت شده بودیم. ولی لایق تنها پنجکنتی و هرچند که زاده پنجکنت است، ولی او فرزند تمام عالم فارسی زبانان است و او را هم در دوشنبه احترام میکنند و هم در کولاب و هم در باختر و هم در پامیر و هم در تهران و هم در کابل. او توانست که در ادبیات 1000 ساله ما، در شعر 1000 ساله ما سخن نو گوید و یا به طرز نو گوید. و از این خاطر من اطمینان دارم که ما آیندگان جشن 90 سالگی و 100 سالگی و 150 و 200 و 500 سالگی لایق را نیز جشن میگیرم. جشن لایق به همه هواداران شعر فارسی، به هواداران شعر لایق مبارک باد. استاد لایق همین پدری من قهرمان برونختی بسیار یک شخص نزدیک بودن، یک دیراشون تو گفتگم ازدن. بعد بوری در هفکل میشینم با استاد ساربانو همونجا به شوخی آمیزی میکنن. استاد لایق خیسته یک گجا رفتنی بدن که یک ضروریات خطی که همین ناگهان به آب میافتند و پدری من خودشون همین لباساشون خطی آب اپس استاد لایق میپرتن و از موی سرشون کشیده میبرن، میگوین که تو موری اگه ملت نمیرند نگو. سلامت باشید. خدا بدیم استاد لایق همه وقت است که زنده باشند، همه وقت زنده باشند، ملت تاجیک زنده باشد. تمام خوشی‌های زندگی به هواداران شعر استاد لایق. من وقتی که لایق از زنده گذشت در امریکا بودم و از همینجا ایستاده یک شکاره نوشتم و سلام گذاشتم با ذکر خیر دوست هم نسل و هم مسلکم و هم سلکم. یعنی این معنی هر یک تاش یک معنی چخور دارد و چون که هم نسل بسیار هم سلکا کم، یعنی یک از یک دایره مفهوم ها، از یک دایره بینش اندیشه و هکذا. ما وقت جوانه سالهای 60 آخرهای سال 60 یک محفل آراسته بودیم. با آن لایق هم را بود، کوزاد هم را بود، ساربان هم جا بود و یک چند نفر ها که ما به تدریج در خانه یکدیگر روز تولد جمع آمدیم.
و صحبت میکردیم و از همین روز ما هم سلک بودیم، یعنی در باب بسیار واقعه و پدیده ها آدمان، حتی حاکمیت، حتی اندیشه های مشترک داشتیم. همه با ما نزدیک شدیم، یعنی ما یکان بار گپ ما نگراخته است، یا یک کس گپ زنه دیگه کس معقول میداد و همراه میشد. بنابراین یک دوره برای من شخصا یک دوره بسیار عجیب بود و رشد ایجادی. ما هر یک در جای خود در وی جبهه به اصطلاح مبارزه های معنوی در جای خودش بود، لیکن در این زمان هر بی ما جهت های مشترک و روند های مشترک و خلاصه های مشترک داشت. از این جهت ما زود چی میکردیم؟ واخورده میستادیم. حالا است که من یک وای هست که نظامی و یک شعر دارد در مورد خاقانی میگوید که ما همه آرزو داشتیم، نظامی از جمله، که در غاگوی من خاقانی میشد. به دل گفتم که خاقانی دعاگوی من باشد، دریغا من شدم اکنون دریغاگوی خاقانی. خلاص که لیکن ما میگوید اکن من دراغگو شدم، اما با این من هم خیلی وضعیت، یعنی من آرزو میکردم که دراغگوی من لایق شد، لیکن من قسمت و تقدیر و سرنوشت و حکم زندگی بود است که ما من خوشبختانه هنوز زنده و های لایق وظیفه هاش اجرا کردگی. لیکن اینجا یک گپ هستم که ما یک جهت به لایق حواسم بیاد، چون که لایق نه فقط شاعر بزرگ لیریک بود، بلکه خرز شهروندیش اجرا کرد. یعنی همین وی جنگ بین همدیگری تاجیکوی سرود به معنی مرثیه ملت تاجیکا در دوره جنگ داخلی نوشت و این اولین از جهت شعر و چه ادبی، نظری ادبی به این فاجعه ملی این تصویر کرده توانست. اگر از خاطراتم گویم، همین رو باید گویم که وقتی که لایق سزاوار مدال نیلوفر گردید و به پنجکند مدال طلای سرخ نیلوفر را گرفته آورد، تلفن کرد که بیا من آمدم و وقتی رفتم با ساربان هر دو در حولی بودند و نشستیم. بعد گفتم مدالت کنی؟ دلاور بفرمود که دلاور که رو مدلی من نیافته بیا. دلاور یک بار رفت و نیافته آمد و گفت که نیافتم. بعد با فرمودن که رفته از فلان جای دیپلماتی من گرفته بیا، خیلی مدل آورد و من مدل را شوخی آمیز به کاسه انداختم و از بالایش یک کمک عرق ریختم و بعد که برداشته بودم باب میدلم نخوری گفته از دستم کاسه کشیده گرفتن و بعد دیگر رویم خورد نوشیدم. بعد همه خیلی بعد یک چه وقت ساربان گفتن که بیاد وای میکنیم، شخمت بازی میکنیم. ساربان لایق گفت که تو شخمت بازی میتونی؟ من گفتم اکنون تکلیف شد من یک شخمت بازی کردنم در کار. بعد شخمت بازی کردیم و ساربان به یک قل شد که یک لحظه به بیرون برآمدن. بعد لایق گفت که تو از خودات مجلس نگفت چیکار کردی اینا بردن در کار؟ بعد گفت که این گفت ساربان گفت حاضر پسر خدا نویساد درباره اسکندر مقدونی سوال بسیار آدم میگیره، من هم سوال میتونم تو هم سوال تی گفت.
بعد ما سوال دادیم و یک کار کردیم. من گرچنده که شهرمت بازی در زویرم نبودم بردیم سوربونه. همین خیلی یک لحظه ها بود، لحظه ها خیلی بسیارند، خیلی زیادند. و اینجا با حضور داشتن من سببش همین که سببش استاد اکبر توتون هستند که با این کس ما سالهای دراز اونس میگیریم. مردم حیران میشد که در دکتر و مثلا عالم مشهوری تاجیک چی مناسبت داشته باشند گفته، حالا که نمیدانند. وقتی که این کس در امریکا بودند و جناب عالی رفته این کس رو به وطن تکلیف میکردند، این کس نمی اومدند. بعد من با اینترنت یک شعر نوشته فرستاده بودم که بیاید گفته. یک وقتهای همین خیلی شد که یک جایزه ایران این کس گرفتنشان در کار بود به اکادمی علم ها منبع و اومد یک تکلیف نامه آمد که در بالایش همون شعری من نوشته شدگی. بعد رفتم که خواهم جایزه هم این کس گرفتن با یک بار دیگر دیدار یکدیگر دیدیم و با این کس هم هر وقت به پنجکین بیام من سراغ میکنن و همین خیلی سلامت باشد این ملت، سلامت باشد با چنین بزرگا، با چنین لایق‌ها، با چنین اکبر توسن‌ها. ما امروز در جشن 80 سالگی ابرمرد میدان سخن شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق شیرعلی شرکت ورزیده ایستاده ایم. قید کردنیم که حکومت شهر پنجکین بسیار در یک سطح بلند این چهاربینی را تشکیل کرده است و اینجا با نمایندگی با سروری رئیس اتفاق نویسندگان شاعر خلقی تاجیکستان نظام قاسم یک گروه شاعر و نویسندگان آمدند و اشتراک کرده ایستادند. اشتراک کردن در چنین چهاربینی، در چهاربینی که بخشیده به یک شخصیت بزرگی ملت ما، برای ما مایه افتخار است. البته تشریف آوردن بنده به پنجکین به خاطر 80مین سالگرد استاد ناتکرار لایق شیرعلی هست و بنده که بسیار از دنیای ایجادی استاد و حال احوال استاد و برادروارانه کرد و کردار و رفتار استاد همه وقت که آگاهی داشتم و بسیار خوب میدونم و فقط میگویم که لایق بود. لایق در حقیقت لایق بود، یکتا بود و خدا کند که همه دل مردم اهل قلم دل لایقی باشند. سلامت باشید. تشکر. امروز در سراسر کشور ما همه مردم با یک خوشی و خرسندی جشن استاد لایق جشن میگیرند و ما دیروز در 2 روز پیش در ناحیه مسجد بودیم. قصر فرهنگ بسیار با حشمت، اونجا یک جشن بسیار با شکوه شد. هم درس استاد لایق اکای محمد رجب شریفوف قید کردن و کسان بسیار مردم مسجد با یک ذوق قبول کردن مایه و دیروز در اتحادیه نویسنده بودیم. اونجا هم یک بزم زیبایی شد. استاد یاد کردن همه شاعرها و نویسنده ها، عالما، استادا یک صحبت خیلی صمیمی کردن درباره ایجادیات استاد لایق، بزرگی استاد لایق و این برای من شخصا باعث افتخار بود. و ما امروز به پنجکین دیباستانی آمدیم و در مزار شریف در زادگاه استاد بودیم، در خانه موزیشان بودیم، در با مکتب خانه و طلبه های و مینا واخوردیم. بسیار یک روزی نغز بود. من امروز در پنجکین دیباستانی در شهر هستیم که مثال قصر به نام استاد لایق یک قصر با شکوه است. هیکل بسیار زیبا، هیکل پیشتره در مزار دیدیم، اونجا هم خیلی جای زیبا بماندین در تک کوی چیل محراب و اینجا هم یک هیکل اینجا هم زیبا هست و من با جناب عالی به پیشوای معظم ملت اظهار سپاس میکنم که کس آمده خودشان همه هیکل کشاده بودن و بسیار هم استاد لایق یاد میکنیم. من با استاد لایق قریب 35 سال همراه ایجاد کردیم، کار کردیم. فرزند کلانیشون بودم، بسیار دوست می داشتم استاد. استاد واقعا شاعر ناتکرار، شاعر اصیل، شاعر راستگو، شاعر صمیمی، شاعر ملت پرست، شاعر
тоҷик дӯстдор буданд. Зинда бод имрӯз одамоне ки барои лоиқ барои мо як баъз мо ростанд. ба ҳукумати шаҳри Панҷакен ташаккур, шахсан ба раиси муҳтарам ва ба ҳамаи раъияти кормандошону ба ҳамаи одамои Панҷакен, мардум халқҳои Панҷакен, ба модаро, хоҳаро, бародаро. илоҳо ёди лоиқ ҳамеша ҷовидонӣ бошад. устод як боварӣ дорам ки 100 солагишон бо аз ин боҳашаматар мешад. 150 солагишон аз ин боҳашаматар мешад. ва албатта иншоалло ки асту ки нестне ки илоҳӣ бошему бинем ва ёд кунем. Ташаккур ба устод мегӯянд ки ҳар кас тавонад рудро бар ҷӯйҳо созад ҷудо, он кист кас дар ёдилӣ як қатраро дарьё кунад. ҳар кас тавонад мурдаро бар хок биспорад, вале он кист хоки мурдаро тоҷи сари дунё кунад. ман бо шумо ҳамдостон, эй дӯстон, эй ростон, ки имрӯзи худро зинаи то қуллаи фардо кунад. устод ба худашон қуллаи фардое сохтанд. ҳамин қуллаи баланди лоиқ ҳамеша дар баландиҳо бошаду ҷояшон ҷаннат бошад. саодатманд бошед. миннат дорам. барои суҳбати самимӣ. устод лоиқ шералӣ аз бузургони яқини на танҳо адабиёти тоҷик, балки умуман фарҳанги Тоҷикистон ҳастанд ва мисли тамоми бузургон ҳар қадар ки аз мо дуртар мешаванд, ҳамон қадар шукӯҳу шаҳомату бузургишон бештар ба чашми мо аён мешавад. ва дар хусуси бузургон назаре ҳаст ки истеъдодашон бештар аст ё заҳматашон бештар аст ки ба ин пояҳои баланд мерасанд. ман гумон мекунам ки дар мавриди устод лоиқ шералӣ ҳарду ҳам баробар аст. агар дар баъзе мавридҳо масалан 50% истеъдод бошад ва 50% заҳмат бошад то одам ба ҷое бирасад, дар мавриди устод лоиқ 100% истеъдод аст ва 100% дигар заҳмат. ва устод бо ҳамин истеъдоди модарзод ва заҳматкашии азалии инсонӣ тавонистанд ки номи худро ҷовидона кунанд ва бори дигар ба мо сабақ доданд, ба мо нишон доданд ки бузургон намемиранд. бузургон ба кӯча табдил меёбанд, ба мактаб табдил меёбанд, ба коҳ табдил меёбанд ва дар ҳар сурат ба шахсияти азизи тамоми мардум табдил меёбанд. сӯи мо умре ду чашми пурзиёи рӯдакист. чашми бинои дили мо муддаои рӯдакист. дар кушоӣ карда ӯ як умр дар шери дарӣ, худ дарӣ эҳдои шери дар кушои рӯдакист. баҳри ҷо эй шоирон дар шеър кам даъво кунед, ҳар қадар ҷое бувад дар шеър ҷои рӯдакист. гарчи холӣ монда эй бас сафҳаи девони ӯ, пур ҳазорон дил зи шеъри дар кушои рӯдакист. нест пайдои ману мо шеърҳои хуби мо, шеърҳои хуби мо гумкардаҳои рӯдакист. устод лоиқ бо эҷодиёти бузургашон тавонистанд бисёр саҳифаҳои холии девони устод рӯдакия пур кунанд ва акнун вазифаи шоирони оянда, шоирони ҷавони имрӯз он аст ки нагуфтаҳои устод лоиқро бигӯянд ва рӯҳашро шод кунанд. ёдашон гиромӣ бод. ташаккур аз шумо. хуш омадед. устод назаргоҳи ман шумо яке аз шоирони шинохтаи адабиёти муосири тоҷик ҳастед. бо устод лоиқ бисёр наздик будед, дӯст будед, бародар будед. имрӯз дар рӯзи 80-солагӣ чӣ эҳсосот доред, чӣ таассурот доред? айёме ки мо бо лоиқи бузург дӯсту бародар будем, яъне ки ин дӯстию бародарӣ аз соли 1966 оғоз ёфтааст. хонае ки ман зиндагӣ мекунам, як хонааш ба номи лоиқ аст. лоиқ кӯлоб ки меомад ва баҳорро аз кӯлоб оғоз мекард ва ҳатмӣ ҷои хоби ӯ ҳамун хона буд. ман дар хонаи лоиқам хона доштам. ман агар меҳмони лоиқ мешидам, ҳатмӣ дар ҳамун
خانه خودم که در خانه لایق بود خواب میکردم. همین خیلی یک روزگاران خیلی دور موندن. من گفتن نمیتوانم که لایق بزرگ امروز در بین ما نیست. لایق جاویدان است، لایق ملت است، لایق یک وطنی بزرگ است، لایق یک زبان بزرگ است که از بزرگوار رودکی آغاز می‌یابد و با افتخار لایق بزرگ شان و شرف رودکیانه را از نو زنده کردن. امروز ما در زادگاه اون کسا بودیم، اون جایی که رودکی هم به دنیا آمده است. یعنی که ملت ما گنجینه های نهایت بزرگ دارد و یکی از بزرگترین گنجینه های ادبی، فرهنگی و معنوی این ملت لایق بزرگ است. سلامت آرمانت شد قرین هر دل، بس که در دل داری ارمان سخن. مهمانان عزیز و ارجمند، ساکنان شرفمند پنجکند باستانی، حضور یکایک شما را به سرزمین شاعرخیز دیار اساسگذار ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس استاد ابا عبدالله رودکی و زادگاه شاعر شیرین کلام لایق شیرعلی و شهر پنجکند خیر مقدم می‌گویم. خیلی خوشحال و فرحمندیم که در محفل امروزه شعرهای شناخته مملکت، نویسندگان، زیاییان، شاعران، سرایندگان، تاریخ نگاران، دوستداران و اخلاصمندان ادبیات اشتراک و سخنرانی می‌نمایند. بیهوده نیست که استاد لایق فرمودند: ای اصل دیوانی غزل، شاد آمدی، شاد آمدی، نقد دل و جان در بغل، شاد آمدی، شاد آمدی، بنیاد غم‌ها سوخته، جانی مرا افروخته، بر قصد صد مکروهیم شاد آمدی، شاد آمدی، با من دم دوران بران، با من بگو، با من بخوان، ای ارمغان از ازل، شاد آمدی، شاد آمدی. با این مطلب خدام مبارک شما را به زادگاه استاد لایق شیرعلی شادباش میگویم. باعث افتخار و سرفرازی است که امروز همه ما را تجلیل جشن باشکوه 80 سالگی بزرگداشت شاعر در محور سرزمین تاریخی ملت تاجیک به هم آورده است. حالا با کمال احترام برای رسانیدن سخن تبریکاتی رئیس ولایت سوخت، معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب‌بای احمدزاده سخن را با معاون رئیس ولایت سوخت محترم زین‌الله عظیمی می‌دهم. مرحمت. همدیاران عزیز، حاضرین گرامی، دوستداران و مخلصان شعر شاعر خلقی تاجیکستان لایق شیرعلی، پیش از همه شما اهل ادب، شاعر و نویسندگان نامدار کشور و مردم سربلند شهر باستانی پنجکند را با تجلیل باشکوه 80 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق شیرعلی از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، شخصا از نام رئیس ولایت، معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب‌بای احمدزاده صدقاً تهنیت میگویم. باعث تاکید است که ادبیات کهن بنیاد تاجیک با عالم ادب نابغگان زیادی را انعام کرده است که آنها در رشد مدنیت و فرهنگ جهانی نقشی سزاوار گذاشتند. زاده و پرورده همین آب و خاک مقدس آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی ادبیات عالمگیر ما را به وجود آورد. پس از او صدها نفر شاعران و نویسندگان زبردست و معروف که نامشان در لوح تاریخ با حرفهای زرین ثبت شده است، کار آغاز بخشیده استاد شاعران ابو عبدالله رودکی را دوام داده، افقهای تازه و تازه شعر ناب تاجیکی فارسی را رونق و رواج بخشیدند. در دوره نوی انکشاف آن از استاد صدرالدین عینی سر کرده
آقا میرزا ترسیمزاده، مومن قناعت و بازار صابر لایق شعرعلی، صدها صاحب قلمان صاحب ذوق و وطنپرور زندگی و ایجاد کرده‌اند که هر یکی آنها به ستایش و عرض احترام خلق ارزنده میباشند. در این میان شاعر خلقی تاجیکستان دارنده مکافات دولتی به نام رضاکی و جایزه بین الخلقی ادبی نیلوفر استاد لایق شعرعلی که امروزها 80 سالگی زادروز این شخصیت بی‌نظیر طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق در شهر و ناحیه‌های ولایت در سطح بلند تجلیل کرده ایستاده است. بهر احیای سنت‌های نیاگان و بخصوص ادبیات عالم شمول ما خدمت‌های بسا ارزشمند نموده است. باعث تاکید است که استاد لایق با اشکار آبدار خویش در صحیفه‌های تاریخ و فرهنگ مردم تاجیک نقش ناستردنی گذاشته برای شعر تاجیکی رنگی تازه اهدا نمود. آن را از نو به اصل خویش خواند. توسط شعر استاد لایق بود که این از اصل خویش دور افتاده باز رازداری و وصل خویش را دریافت. شعر استاد لایق بود که به ادبیات امروز روی شعر فردوسی، مولوی و خیام و صایب را از سر بازگرداند. استاد لایق به شکل‌های شعری، غزل و رباعی عمری دوباره بخشید و بار دیگر امکانیت‌های فراوان این ژانرهای لیریکی را نشان داد. در ملاقات خود با زیایان مملکت 20 مارس سال 2001 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در رابطه با مکان و جایگاه هنری لایق شعرعلی چنین ذکر کردند. در این میان لازم می‌دانم خدمت‌های پرارزش شادروان لایق شعرعلی را در طرف تلقین شجاعت ادبی، مهر ملی و وطن‌داری، ستایش مادر و زبان مادری، احیای بسیار سنت‌های شعر عالمگیر ما با سپاس و احترام می‌خواستم یادآور شوم. واقعاً هم شعر لایق در زندگی نامه گذشتگان و رازدار پرآشوب آخر عصر 20 ما را به سوی خود خواند و در راه رسیدن به هدف‌های عالی وطن‌داریمان چون دستور و سبق کافر خدمت کرد. این یک نشان بزرگی و وطن‌دوستی شاعر است. در انگار ما جهان شاعری استاد لایق واقعاً بازگوی روزگار واقعی مردم کشور به شمار می‌رود. از این لحاظ آموزش و بهره‌برداری از این ردیفه روزگار در راه خودشناسی و درک وطن‌داری مسئولیت عظیم را بر دوش هر شهروند و فرد خودآگاه و خویشتن‌شناس می‌گذارد. شایسته تاکید است که حکومت جمهوری تاجیکستان برای بزرگداشت خاطر استاد ادب جاویدان گرداندن نام و کار و پیکار فرهنگی استاد لایق چاره‌های عملی اندیشیده است. برابر انتشار آثار گرانبهای شاعر اینچنین نامگذاری کردن مؤسسه‌های تعلیمی و فرهنگی، کوچه و خیابان‌ها، تشکیل چاره‌بینی‌های علمی ادبی و آزمون‌های لایق‌آمیز تا آمد افراختن هیکل ابدی را در زادگاهش نشان سپاسمندی و احترام مخصوص به زحمت و روح پاک و شریف شاعر ملت میباشد. بار دیگر تنتنه‌های 80 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق شعرعلی را در سالی برای خلق و ملت تعریفی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به همگان تهنیت گفته برای موفقیت آرزو می‌نمایم. من را به رئیس اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان محترم نظام قاسم می‌دهم. مرحمت بفرمایید. دوستان عزیز، اولا از نام ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان تمام ادیبان مملکت و خصوص همصفان، همکاران، یار و رفیقان استاد لایق شعرعلی و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکین برای چنین تجلیل زیبای استاد بزرگ ادبیات ما اظهار سپاس میکنم و این روز مبارک را برای همه شما تبریک میگویم. مبارک باشد. ادبیات و تاریخ ما تصادف‌های جالبی دارند که
به هیچ گونه تفسیر نمی‌شوند. ولی یک قانونیتمندی در خود نهانی هم دارند. سال 941 آدم و شاعرها ابو عبدالله رودکی دنیا را قدرت گفتند و رسا بعد 1000 سال از همین سرزمین، از همین دیار شاعر بزرگ برخاسته صفحه‌های خالی دیوان استاد رودکی را پر کرد با شعر رودکیانه، با شعر سزاوار ادبیات بزرگ عجم. و سال 858 استاد رودکی به دنیا آمدند و سال 1958 رسا بعد 1000 سال استاد لایق شیرعلی شعر اولین خودشان را چاپ کردند که نام دارد با عنوان نان و این شعر یک نوع مرامنامه اولین شاعر جوان است که تمام عمر پیگیر آن بودند و آن را اجرا کردند. یعنی آدم باید در روزگار در قسمت خود نام خود را بسازد. با کندن نام در سنگ یا در درخت یا در زمین در کوه در یگان جا مقصد حاصل نمی شود. باید این نام را در دل خلق جاویدانه کرد و استاد لایق شیرعلی همین کار را کردند. نامشان را در تاریخ ادبیات ما در دل خلق ما جاویدانه کردند و بزرگان نمی‌میرند. چنانکه ذکر شد استاد لایق هم امروز دیگر یک سیمای بزرگی آرزو و آرمان ملت مایند. یک سیمایی هستند که هزاران نفر، میلیون ها نفر را از پس خود میبرند. در روز دشوار امید میبخشند و عاشقان عشق القا میکنند و ناامیدان امید القا میکنند و زندگی ما را با اشعار زیبای خود همدم زیبا و زیباتر میکنند. و این شعر جاویدانه است. شعری هست که بعد 100 سال، بعد 1000 سال هم با خواندنش مردم به حرمتش از جای میخیزند. خوشان شعری که باشد انعکاس قدرت و عزم و مرام خلق. خوشان شعری که باشد اقتباس وزن و تمکین و قیام خلق. خوشان شعری که دارد جور نظم زندگی را با نظام خلق. تشکر. تشکر زیاد استاد عزیز. من با کمال احترام سخن را با فرزند استاد لایق شیرعلی و دلاور لایق می‌کنم. همکاران عزیز، بعد از عرض سلام با یکایک شما اظهار تشکر برای اشتراکتان و سزاوار جشن گرفتن 80 سالگی استاد لایق اظهار می‌نمایم. اینچنین با زینور عظیمی که با حضور مبارکشان این جشنواره ما را منور گرداندند و اینچنین با رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان که با سخنشان اینجا زادروز استاد لایق را بار دیگر با ما مبارکباد نمودند و اینچنین با محترم رئیس شهر ما خالد زاده که جوانمردانه و شرفمندانه این جشنواره را دایر گرداندند و با معاونت محترمشان سفرزاده که خدمت‌های شایسته و زحمت‌های پیاپی کشیدند که تا این جشنواره برگزار گردد. اینچنین بسیار تشکر می‌کنم. همین مهمانان که از شهر دوشنبه و مرکز ولایت شهر توجند اینجا تشریف آوردند، نوری دیده و هنرمندان، اهل ادب، هم قدمان هم قلمان استاد لایق را در اینجا حضور مبارکشان را می‌بینیم و بار دیگر با دیدار شرفمندشان نصیب گشتیم. اینچنین بسیار تشکر و از اهل خانواده برای سزاوار جشن گرفتن 80 سالگی استاد لایق بار دیگر بسیار تشکر می‌نمایم. تشکر زیاد. حاضرین گرامی، مهمانان عزیز، اهل علم و ادب و دوستداران کلام ناب شاعر خلقی تاجیکستان لایق شیرعلی، بزرگداشت شخصیت‌های ادبی و فرهنگی و نمایندگان علم و معارف، توجه به ادبیات و رشد همه‌جانبه آن
دستگیری استعدادهای جوان و بالایقت در سیاست فرهنگ‌پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان در دوران استقلال با رکن مهم و بزرگ آیین دولتداری مبدل گردیده است. از روزهای اولی دوران استقلال شاهد هستیم که همه ساله برای گرامی داشتن نام و خدمت‌های ادیبان و عالمان و هنروران و سیاستمداران جشنواره‌های مخصوص برگزار شده. از این راه میراث معنوی فرزانگان ملت تاجیک تهیه، نشر و تبلیغ می‌گردد. این پیش از همه با آن پیوند می‌گیرد که در سیاست ادبی و فرهنگی پیشوای معظم ملت درک حقیقت تاریخ، شناخت مقام و منزلت خلق تاجیک در قلمرو آن و کارنمایی‌های بزرگ چهره‌های سیاسی و دولتی، ادبی و علمی، فرهنگی و جمعیتی همیشه مورد قدرشناسی قرار گرفته. محصول عقلانی هر یکی از آنها برای تربیت نسل‌های امروز و فردا استفاده می‌شود. باعث تأکید است که امروزها در زمینه دستور سفارش‌های پیشوای معظم ملت تنتنه‌های بزرگداشتی 110 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان میرزا ترسونزاده و 80 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان لایق شیرعلی در ولایت طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق در تمام شهر و ناحیه‌های ولایت ادامه دارند. شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق شیرعلی از بزرگترین سخنوران تاجیک به شمار می‌رود که محض توسط اشعار دلانگیز خود در رشد و تکامل ادبیات معاصر تاجیک نقشی روشن گذاشته است. شعر لایق تجسمی برجسته آیین وطنداری، خودآگاهی معنوی و خودشناسی ملی، جسارت و متانت بزرگ انسانی است که در بیداری ملی تاجیکان در زمان صاحب استقلال کشور نقشی مؤثر داشته است. شاعر وطن دوست محض توسط سراییدن اشعار بلند مضمون افاده‌گر هستی تاریخ ملت، آرمان‌های ملی و محبت بزرگ به وطن در تقویت بخشیدن معنویات جامعه و حفظ ارزش‌های فرهنگی ملی ما در میان مردم کشور محبوبیت پیدا نموده است. اشعار ناب و محصول تفکر عالی انسانی این شاعر توانا در تشکل اندیشه و تفکر پیشرفته، ترغیب دستاوردهای دوران استقلال، حفظ منفعت‌های دولتی و توسعه و گسترش خودشناسی و خودآگاهی ملی نقش بزرگ می‌بازد. جشن 80 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق شیرعلی با سال تاریخی تجلیل شایسته 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راست آمد که بسا رمزی میباشد، زیرا استقلال و آزادی و شناخت و گرامی داشت این نعمت بی‌بها در ایجادیات استاد لایق نیز مقامی خاص دارد. استاد لایق برحق ترنمگر و وصاف استقلال کشور عزیزمان و صلح و وحدت است. او همچون فرزند صادق و احترام گذار به آب و خاک وطنی از روزهای نخستین به استقلال دست یافتن کشور عزیزمان تاجیکستان بیش آسا با ایجاد شعرهایی که مردم را به سرجمعی و ملت را به متحدی دعوت میکرد در صف پیش نیروهای صلح‌خواه و وحدت شعار قرار داشت. شعر لایق نمونه واضح مبارزه و تلاش‌های خلق تاجیک برای به دست آوردن آزادی و استقلال در مرحله بنیاد دولت مستقل ملی بوده، جامعه ما را به یگانگی و همدلی و همرأیی، دوست داشتن وطن و آیین و ارزش‌های ملی، ارج گذاشتن به تاریخ و سنت، میراث معنوی خلق تاجیک و حفظ استقلال و دولتی هدایت می‌نماید. بار دیگر حضور شما اهل علم و ادب را به 80مین سالگرد زادروز استاد زنده‌یاد لایق شیرعلی که بیشک گرامی داشت فرهنگ و تمدن جهان شمول ماست، از نام مقامات اجرایی حاکم دولتی شهر پنجکند و از نام مردم شریف پنجکند باستانی
خیر مقدم میگویم. با حسن انجام این سخنرانی فشرده از سروده زیرین استاد یادآور میشوم که نمونه عالی دوست داشتن وطن در آن بیان گردیده است. یاران همه جا ولی وطن در یک جاست. هر سنگ وطن مثال هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز لیکن بر من مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست.